دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در مسکو هستیم. با رویت اکثریت مردم و ایرانیای مقیم مسکو و دانشجویان عزیزمون در ستاد انتخاباتی مسکو خیلی گرم با پذیرایی سفارت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرانا ما اینو رویت میکنیم و جای خوشحالی است که انشالله آینده کشور ایران ما رئیس جمهور محترم رو انتخاب کنند. با این حرکات بسیار گرم و دوست داشتنی ایرانیان عزیز در کل دنیا و در مسکو که ما رعایت میکنیم جای خوشحالی دارد. از تک تک هموطنان عزیزمون تشکر میکنیم. انشالله که نامزدی که بیشترین رأی را بیاورد رئیس جمهور کشور اسلامی ما باشد. متشکرم.